من نخواد فرزند خودم کشم مرتکم همون که نمیرم هم نمیکشم بازی تو مکرم کلکرشتر. حکمت شادی و یک زن 62 ساله میگوید که او به مرگ پسر و خانواده‌اش گناهکار نیست و در روز حادثه برای نجات آنها هرچه از دستش می آمد کرده است. سخن از فوت اسکندر ملیکی کارمند پیشین حکومت اسفره، همسرش معطرخان و یک فرزند آنها می رود. مفتشان مرگ هر سه را زهرآلود شوی از گاز کربن گفتند. شادی و بعد 5 ماه حادثه اولین بار جریان رخداد حادثه را چنین نقل می کند. تانکی وای خفتن ما خونم دیرش من واچه گفتنم اوای اومدن همم اومدن گفتن که بند دیدم سوختوش من گفتم که چی بابا گفتن که نمیدونم داولینم پلان شده باشن میفتن و کردن همین خون پر افتن همین جاشون با هم باور میکنید مردن اقلا پوچشون نجومونده. مادر اسکندر ملیکی به دعوت نکردن یاری تجلی و در خطر گذاشتن حیات نزدیکان گمان زده است. حکمت شادی و شب حادثه همراه پسر و کلین و نبیره هایش بوده است. با او از 2 تا 7 سال زندان تهدید میکند. فعلا مرافعه دادگاهی او در شهر خوجند جریان دارد و روز 29 اپریل دادستان شهر اسفره به شادی و 6 سال و 6 ماه زندان را طلب کرد. من این بچه‌م به زنگ زدم که تلفنش کشتگی این با دیگه هیچ جای من زنگم زدن نمیتونم همون روشانه گفتم تلفن نیست وای عیش کتی زد تلفن خودم به پول بود وای کنم وای سکور نمرش اقلم نمیدونم من قشلوقی قشلوقمو به من اینو پرسید قشلوقمو به سکوری نیست. با گذشت ماه‌ها مقامات شهر اسفره مسئله را رسما شرح ندادند. تنها در یک مورد و آن هم در نشست خبری ماه ینور سردختور بیمارستان اسفره گفت جزئیات قضیه در اختیار نمایندگان حفظ حقوق است. آنچه که نسبتی مسئله اونی گفتن که نسبتی ملیکیان در حقیقت اونجا زهرالودشوی اومیخته خیلی که شما قید کردید متقرر است ارگانهای حفظ حقوق در نزد آنها ولیکن زهرالودشوی مثلا بگوییم که باتولیزم یا دیگر چیزها با قید گرفته نشده است. از خانه سنگ خیمیوی زهرآلود نیتریت برآمدگی اکسپرت کجا کردم این چیزه. اما مهیا معروفزاده مادر عروس اسکندر ملیکی میگوید در این مورد شبهه و سوالهای زیاد دارد. خانه که اینا استقامت میکردن از تیاپلی پولو رادیاتور گرم کرده میشد به واسطه برق. اونجا صندلی نیست، پچکی الوی نیست، انگیش سنگ نیست، kömür نیست. چرا میگن که گازی کربن، نه گازی ژیژینی، نه گازی پروپان، نه گازی بوتان. بسیار شبهه آور. من نمیدونم که شده شوی همین جنایت چخیل طول کشیده است که قفای این کربه ایستاده است به من جدا و شبهه آور. قرار است هفته آینده دادرس حکم را خواند، اما انتظار نمی رود که این حکم نیز همه جزئیات را بازگو کند. حکمت شادی و دیگر پیوندان اسکندر ملیکی از چنین رنگ گرفتن قضیه نگرانند. آنها میگویند با عائله اسکندر مناسبت خوب داشتند و از دهه ویشیست شهر پنجکن گاه گاه به عیادت فرزند و عائله‌اش می آمدند. گوش کنید اکسپرس اومده 2 بار منم کدام وای رفته اسفر پرسیدین همون وای پریرز اومد در اینجا 2 بار فهمون نه وای همین کشتگی گفتشت است. اکسپرس گفت که من خودم نمیبرم منم با کله میرم گفته وای که نه گفته وای روزی که اکسپرتیز رفته اونجا تشخیص کردگی 10 منوت گفت 10 منوت همون گازی که در اونجا همون نفس کشیدگی 10 منوت گران کردیم گفت اونجا چند نفر بودیم گفت 7 نفر چند نفر بودیم گفت همه درد سر شدیم گفت گازه چی کردیم گفت اون حالت با مادر ما ممکن چه باشه اون حالت با همون نفس کشیدگی که این آدم هر دو جانب از دادگاه و مقامات حفظ حقوق طلب دارند که حادثه عادلانه بررسی شود. به اندیشه آنها در پرونده نام دیگران نیز همچون شاهد آمده است ولی در مرافعه ها اشتراک نمی کنند. رادیو آزادی با یکی از آنها همصحبت شد و عاید حادثه نخواست ابراز نظر کند. از اسکندر ملیکی یا خود شفیعیان 3 کودک مانده است و آنها را مهیا معروفزاده نگاهبین می کند. یکی اشان شیرخواره است. اسکندر ملیکی سالهای دراز در اداره‌های دولتی در سوخت کار کرده است. وظیفه آخرینش مدیر شعبه تشکیلی و کار با کادرهای دستگاه حکومت اسفره بود.
وی تقریبا 2 سال پیش از این وظیفه رانده شد و طبق اطلاع دریافتی صاحبکاری میکرد. شفیعیان در مناقشه ماه ینور سال 2022 در مرز تاجیکستان و قرقیزستان سخت زخمی شده بود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.